خب بچه ها، من دیگه رسیدم دم خونه و لحظه خدافزی رسید. مرسی بابت همه چی، ترکوندی، همه چی عالی بود. قربونت بشم. من همیشه تو دوستی با تو از لحظه خدافزی بدم میاد. منم همینطوره، خیلی حس کدریه. خوش میگذره، ولی موقعی که با هم دیگه دوتایی بودیم موقع خیلی خوش میگذشت. حالا یه سری مشکلات داشتیم که اون حالا انشالله که حل شه. دوستم که همیشه هر جا که میرم پیشم باشی، همیشه پشت هم دیگه باشیم. میدونی که حالا من باید شوخی هم میکنم، حالا مثلا یه سری حرفا بهت نمیزنم، ولی میدونی که جونم هم برات میدم. خیلی دوستت دارم. تا آخری چیزی هم بهت بگم، وقتی من تو رو دارم تو منو داری، به نظرم نیاز به هیچ کس نداری. خودمون دوتایی بخوریم به هم دیگه، خیلی آدمای قوی هستیم. آره دیگه، الان با شخصیت‌های جدیدمون باید قربونت